وقتی که گلبهار درباره مادر سرود خواند، من چهره همه شمایان را دیدم. تشکر به کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، تشکر به خلق عزیزم، تشکر به پیشوای ملت تاجیکستان یک نفر و فرزند عزیز من گلبهار جان توجه کرده زستی اولین او را با دستگیری این حکومت صلح پرور مهر پرور تشکیل کرده شد. همه شمایان را با ایدی وحدت ملی تاجیکستان گلبهار عزیزم را نیز تبریک میگویم. شادمینک که دیگر باره رسیدم به بهار، باز از نو بشنیدم جرسی بانگ هزار. خبری وحدت تاجیک چه پیمانی خوش است ای وطن، با تو من آرامم و با صبر و قرار. عید وحدت مبارک، کنسرت گلبهار جان و هنرمندان مبارک باشد. تشکر مادر جان عزیز.